محتوای ملاقات و واخوری‌های نمایندگان مردمی با ساکنان جماعت‌های دهاتی به نام جوره رحمانوف و قراتاق شهر ترسونزاده پیش از همه تحلیل و بررسی دستاوردهای دوران صاحب استقلالی وطن و به کار درآوردن اگریگات دوم نیروی برقی آبی راغون بوده. ضمن برآمدها قید کرده شد که در حقیقت مردم تاجیک با پشتیبانی از سیاست سازنده و بنیادکارانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان در عرفه باز یک رویداد تاریخی یعنی به استفاده دادن اگریگات دوم نیروی برقی آبی راغون که مردم 100 سالها این روز را انتظار بودند قرار دارند. نیروی برقی آبی راغون با تلاش و زحمت‌های شبانه‌روزی پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان و از خلق مهنت دوست تاجیک بنیاد گردیده بعد پورا به کار درآوردن همه اگریگات آن تاجیکستان به استقلالیت کامل انرژتیکی خواهد رسید. با مقصد وسعت بخشیدن و با در نظر داشت ضرورت انکشاف انفراستراکچور دهات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان در پیام نوبتی خود سالهای 2019-2021 را سالهای رشد دهات، سیاحی و هنرهای مردمی اعلام کردند. از این خاطر امروزها در تمام گوشه و کنار مملکت کارهای آبادانی و سازندگی متشکلانه جریان دارد. از ساکنان این گوشه کشور دعوت به عمل آورده شد که در آبادانی و سازندگی محل زیستشان بیشتر سهمگذار باشند. همچنین در آخر واخوری و ملاقات‌ها صحبت آشکارا با ساکنان دایر گردیده از جانب آنها تکلیف و پیشنهادات داده شد. گزارش خورشید حلیموف صاحب نور عبدالرسولов از شهر ترسونزاده برای برنامه اطلاعاتی نوید.